همسیره مهرو، تو کی هستی؟ در اینجا چی کار میکنی؟ من همسر کریم هستم. دروغ میگویی؟ شوخی میکنی ها؟ شوخی نمیکنم، خیلی جدی هستم. کریم با من چنین نمیکند. او به من وعده وصال کرده بود. در همه اویله ها جنجال می شود. بین من و کریم هم شد و در همین وقت تو رو پیدا کرد. لیکن من در این جویم، در نزدشم. نیتی از شوهرم جدا شدن رو ندارم. تو هم از پشت شوهرم دویدن رو بس بکن. دیگر از پشت مرد اویله دار ندو. من به او باور کردم. کریم به من تکلیف خانه دار شوی رو کرد. کریم به این هم با من خانه دار است. معلوم است که با تو نغمه بازی کرده است. تو هم به مانند ساده فعل ها باور کردی. مردها را تنها گذاشته نمی شده است. اکنون من در اینجا هستم. دیگر تو را در اطراف شوهرم دیدن نمی خواهم. فهمیدی من را؟ نه می خواهم. به خانه امان اومدی. به من همشیره شدی. برای چی این کارو کردی ها؟ به تو همشان نقل کردنی بودم. کریم از قهرش تو را بر ضد من استفاده برد. کریم غیر از من هیچ کس را دوست داشته نمیتواند. هم باز ما فرزنددار میشویم. از پس شوهرم ندو. آسیا با کجا میرفته باشد این دختر؟ بیمارم چه خیلی است؟ بیدار شد؟ یک کاری مهم برآمد. در نزد همسرم استید. حاضر می آیم. شد. دیگر طاقت ندارم. آسیا نزدیک نشوی جناب بشر.
نزدیک نشوید. دخترم التماس یگان بی اخری نکن. التماس. هستیم را از من گرفتن. آرزوهایم، امیدم. اکنون کریم را جناب بشر، کریم را هم از من گرفتن. دیگر در این دنیا دروغ زندگی کردن نمیخواهم. میدونم دخترم، لیکن حالت رو فکر کن. او را در این دنیا تنها نگذار. دختر زیبایم، کمی پیش با او گپ زدم. چقدر وای پریشان است. التماس نکن. بعد روحیه و این غم رو برداشت کردن نمیتواند، طاقت کردن نمیتواند. دستت رو ده دخترم. جناب بشر، من زنده مانم هم خاله هم تنها میماند. من قاتل شدم. من اکنون دیگر قاتلم. التماس به خالم گویید که او را خیلی دوست میدارم و بگویید که مرا ببخشد میلش. نگاه کن، خاله زنگ میزنه. بیا با او خودت گپ زن. گپ زن که خودت رو میپرتایی. او را در این دنیا تنها میگذاری. تو خودت گپ زن. خودت گپ زن. گپ زدن نمیخواهم، مردن میخواهم. دخترم، دختر زیبایم، آسیم این کار رو نکن. من همه وقت در نزد تو بودم و همه وقت در نزد تو میشوم. این روزهای وزنین رو یک جای پس سر میکنیم. دخترم بیا دستت رو ده. همین دستهایم رو، همین دستان شما، دستان مرا میداره جناب بشر. همین دستان افلاس شده رو. نمیفهمید من قاتل شدم. یملی گفتنی آدمی پس رو من کشتم جناب بشر. تو هیچ کس رو نکشته ای. با من باور کن. وای ابلهی نوبکار زنده است. از ترس بیهوش شده است. سلاح نپرانده است. حمدی در نزدش وای گفت. دخترم با تو قسم میخورم و یملی ابله را برای کارهای کردش خودم جزا میدهم. با من باور کن. من او را پراندم. بیا. دروغ میگویید. اینجا بیا آسیا. سر دهید مرا، سر دهید. همش گذشت آسیا. اکنون تو رو تنها نمیگذارم. با من باور کن. همه وقت در نظرت میشوم. مریم، آسیا در نزدم. حالش خوب است. کمتر پس به خانه می آییم. بیا دخترم، به خانه می رویم. بیا به خانه می رویم. پسرم چه خیر از دکتر؟ شما خواطر نباشید، احوالش خوب است. امروز در زیر نظارت باید باشد. پاگو احوالش رو دیده جوابش میدهیم. پدر جان، شما اگر خواهید روید، خسته شدید، استراحت کنید. من می ایستم. شما پاگو بر وقت باز می آیید. برادر، دکتر راست میگوید. بیایید ما رویم. یگان چیز شاید زنگ زنید. شما هر دویتان در نزد خانم آیشه استید. با دقت باشید. آسیا را تا خانه برده بر میگردم. مایلش جناب. آسیا؟ با دیدن لیتنان کریم آمدی؟ وای هم چند مرتبه تو را پرسید. با وی لیتنان گپ زن که دیگر به نظرم نآید. او را دیدن نمیخواهم. چی شده باشد؟ شما می روید؟ دکتر میگوید که امشب ایستاد استراحت کند. همسرش در نزدش است. ما هم سحر می آییم. همسرش؟ بیایید برادر رویم. ماشین در آنجاست. رفتار آسیا هم اکنون معلوم شد.
تو هم از پشت شوهرم دویدن رو بس بکن. دیگر از پشت مرد اویله‌دار ندو. دیگر تو رو در اطراف شوهرم دیدن نمیخواهم. فهمیدی مرا؟ نه میخواهم. هم باز ما فرزنددار میشویم. از پس شوهرم ندو. آسیا چی شد دخترم؟ برای چی لیتنانت رو این خیلی گفتی؟ جناب بشر کریم خانه دار بوده است. همسرش کی است میدونید؟ وقتی که من بیمار بودم همشیره ماهرو که مرا نگاه بین میکرد همون است. من را بسیار سرزنش کرد. چی گپ هایی که نگفت. برای چی؟ چرا این کار را کرد؟ دختر حامله دار بوده جناب بشر. کریم به چشمانم نگاه کرده دروغ گفت. از او نفرت دارم. آه آسیا زیبایم، من به تو گفته بودم همین طور نه؟ یک آدمی رو که نمیشناسی به او دل دادی. زیغ نشو. اکنون من همه وقت در نظر میشوم، نترس. تو چرا با همه دروغ میگوی که همسری لتینان کریم هستی؟ برای که همسرش هستم. مرا گوش کن. ابراهیم چی گپ شد؟ جونکم بیدار شدی؟ تو برای چی در همه جا از پیشم میبرایی؟ با تو یگون چی میشد گفته خیلی ترسیدم. نترس مهرو نترس. دیگر از پسم مدو. من از پشتم دویدن را. ابراهیم آسیا رو دزدیدند. من باید رفته او رو پیدا کنم. سردارم آسیا احوالش خوب است. کم پیش در همین جا بود. به نزد من اومده بود؟ ابراهیم به عیادت من اومده بود. گپ زن ابراهیم. سردارم شما را دیگر دیده نمیخواهد. با بشر قراتای رفت. تو با او چی گفتی؟ گفتم که فرزنددار میشویم. گفتم که از پس دویدن رو بس کند. دروغ میگویی؟ نه، کودک دار میشویم. راه گرد. سردارم جناب خدا از شما راضی باشد. شما نمیشدید این روزهای بد رو چه خیلی از سر میگذروندیم. گوش کن مریم، من همه وقت در نزد شما هستم. لیکن اگر بسری آسیا آمدگی رو مردم فهمند روزهای بعد شما رو انتظار است. خدا نشان ندهد. من از دستم چقدره که باید شما رو محافظت میکنم، لیکن مردم در این موضوع نادرست فهمیده میتوانند. انا هم بعد من و هم شما رو سرزنش میکنند. چیکار کنیم نباشد؟ شما چی میگویید؟ مریم، البته به فکر من یک دو چیز می آید، لیکن شما چی فکر میکنه نمیدونم. گپ زنید جناب. برای آسیا رو در نزد همه محافظت کردن باید با او نکاح کنم. این خیلی می شود مگر جناب؟ خانم آیشه چی میگویند؟ آسیا هیچ وقت راضی نمی شود. البته نکاحی رسمی کردن نمیتوانیم، لیکن اگر نکاحی موقتی کنیم با او هیچ کس ضرر نمیرساند. نکاح برای نشان دادن میکنیم. البته خانم آیشه خبردار نمی شود. جناب خیلی خوبم،
лекин дар мазҳаби мо ин хел никоҳи муваққатӣ нест. مریم گوش کن. من هم همین خیلی فکر میکردم، لیکن بوده است ملاهایی که از دیگر جا آمدند به من گفتند، آنها همش رو به من فهماندند. این یک غمخواری است که خدا برای ما داده است. این را تنها برای محافظت کردن آسیا میکنم. من چیزی که نگویم آسیا هیچ گاه قبول نمیکند. چی خیل میشود مریم؟ و یملی ابله دختر را بیناموس کرد. لیتنان باشد، از اول دروغ گفته است، خانه‌دار بوده است. نابکار، یعنی یگان راه خلاصی آسیا من هستم. خوب فکر کن مریم، آسیا را راضی کنان. من میروم. گپ‌های گفتم را فراموش نکن. یعنی چی خیلی که فهمیدی مریم؟ آسیا در این دهه برای آسوده زندگی کردن باید با من نکاح موقتی کنه. حالا میبینی مریم، آسیا خودش برای نکاح موقت راضی میشود. حمدی، من آسیا را یافته به خانه‌اش آوردم. اکنون مرا خوب گوش کن. در ده آدم‌های میشناختت را جمع کن. حمدی از پی نقشه شو. کریم ایستا، دستم درد میکند. حاضر معلوم میشود راست میگویی یا دروغ. کریم بیعقلی نکن. چی شد؟ دروغت معلوم میشود گفته ترسیدی؟ چی شد مهرو؟ مایلش چه خیلی که تو خواهی. مرا خوب فهمیدی حمدی؟ آسیا و خالش را همی خیلی ترسان که آسیا با آغوشم در آید. اکنون خودت را نشان ده. سردارم، اگر راست گوید چی؟ در حقیقت حامله‌دار باشد. دروغ میگوید ابراهیم. برای من رو از دست ندادن دروغ میگوید. استا یک دقیقه حاضر دکتر بر اومده حقیقت را گپ میزند. نگاه کن بعد من چی کار میکنم. از دستش گرفته به پیش پای آسیا میپرتایم. امیدوارم سردارم، امیدوارم گفته‌تان میشود. پدرتان با عمکتان آمده بودند. همینجا اومده بودند؟ در نزد در با آنها واخوردم. مادامی که همسرش نگاه میکند ما پگاه میآییم گفتند. بلا زند. با اونها هم گفته است. نگاه کن، من عاقبت این دختر رو میکشم. هر دو ما خلاص میشویم. سردارم آرام شوید. آرام شو. خوب هستی دخترم؟ چی خیلی خوب شده میتوانم خاله. من مانند زنده در گور هستم. این خیل نگو دخترم، همش میگذرد، حتی خوبتر میشود. چی خیلی میگذرد، چی خیلی خوب میشود. من چی خیلی روی آدم ها را نگاه میکنم خاله. آسیا گوش کن دخترم، ما در این دیه تنها به مرد زندگی کرده نمیتوانیم. جناب بشر میگوید که آسیا رو اگر با آسیا نگاه کنم
او را از همه محافظت کرده میتوانم میگوید. خاله شما چی ها میگوید میفهمید؟ اوسیا اینقدر زود عصبی نشو. گوش کن، این یک نیکوی یک وقته می شود، نیکوی موقتی. اوسیا اگر مردم دیگه ما رو سرزنش کنند چه خیلی طاقت میکنیم؟ خاله میرویم از اینجا، چیزهایمون را جمع کرده میرویم از اینجا. با من نیکوی موقتی میگوید. خاله نیکوی موقتی چی است؟ کیف و صفایی که از طرف دین اجازت داده شده است. بشر پدر چه خیلی میتواند این گپ را گوید؟ دخترم بای اویلادور است، چه خیلی با تو نیکوی رسمی کند؟ هم باز در دینمون این خیلی نیکوه بوده است. جناب بشر از ملاها از علمها فهمیدند، مگر ما از وی خوبتر میدونیم؟ اوسیا جناب بشر چنین گفتن، من هم باور کردم. دخترم خاله شد بس کنید بس. اوسیا با کجا میروی؟ رفته با بشر پدر میگویم که این نیکو هیچ امکانیت ندارد. اوسیا ایست دخترم. چه خیلی که گفتم خانم مهرو، هر هفته برای نظارت آمدن رو فراموش نکنید. یک دقیقه این چه خیلی نظارت است؟ زوجهتان 8 هفته نه حامله دار است. تبریک میکنم. تشکر با شما. با اجازت شما. اکنون باور کردی که فرزنددار میشویم. خوب فهمیده همینطور نه؟ وای دختر در دهه زندگی کردن نمیتواند. باره کنه که وای دختر در این دهه زندگی کردن نمیتواند. الو جناب، همش مثل خسراتون شد. کمی بعد شروع میکنند. فهمیدم، خواطر نباشید. تو رو به نزد من خدا فرستاد سیده. این خوبیت رو هیچ فراموش نمیکنم. این گونه گپ ها رو مگو مهرو، ما دوست دیری نهستیم کو. لیکن اگر کریم حامله دار نبودنت رو فهمه چی میشود؟ تو خواطر نباش، کریم چیزی رو نفهمیده من حامله دار میشوم. لیکن از تو باز یک خواهش دیگر دارم. چه خیل؟ گوش کن. بیا جانکم. پسرم چه خیلی از بشر؟ احوالش خیلی خوب است، جوابش میدهند. آیشه به تو وعده میدهم تو رو با پسرم میرسونم. بیا اول به خانه ما رویم. بیا. سردارم به کجا می روید؟ اوسیا رو باید یابم ابراهیم. سردارم من هم می روم. تو بیمون. ایستید، ما رو گوش کنید. حالی همسرتون بد شد. زود رو به زیر نظارت گرفتیم. می توانیم کودک رو از دست دهیم. باز نیکوهی موقتی میکرده است. وای این جیانی مریم نیست مگر؟ آخر ما شوهر داریم، دختر داریم، مگر در دهه این خیل می شود باز شرم نکرده در کوچه ها می گردد. در کجا باشد این اوسیا؟ رویش را حاضر
مومنه خانم آیشه را به حجرش ببر. بشر تو به کجا میروی؟ کمی پس میآیم. تو کمتر استراحت کن. شما از خدا نمیترسید؟ رود از اینجا. با شما چی کار کردیم؟ خدا شرم نکرده باز در دیگه نگرده. رود از اینجا. ما را دیدم نمیخواهیم. همه ما را شرمنده کرد. навакак нағз буд ку ба ӯ чӣ шудааст? аз фикри зиёд ва парешонҳолӣ шудан мумкин аст. бори аввал ҳомила будан чунин шуда метавонад. бо диққат шудан лозим. карим дар ин ҷо ҳастӣ? ҳамин ҷоям. ҳамин ҷоям, хавотир машав. танҳо намонад. ман боз меоям. карим биё иброҳим. иброҳим, ман бояд рафта осияро ёбам, вале аз ин ҷо баромада наметавонам. сардорам, охирин бор бо холаи осия гап зада будам. аз ин рақам ӯро пайдо карда метавонед. хомӯш аст. сардорам, агар хоҳед ман рафта мебинам. не, ин хел намешавад. ту ин ҷо бимон, ман меравам. карим сахт дард мекунад. нагузор ба фарзандамон ягон чиз шавад. сардорам, дар ин ҷо истодани шумо хубтар мешавад. ман рафта мебинам. агар шавад бо телефон шуморо бо осия пайваст мекунам. карим, دیوالویشون رو رفت رو کنید. تو خدا شما چی کار میکنید؟ در خانه من چی کار میکنید؟ برای دست خانه برای چند سال باز یک جای زندگی میکنید؟ و شما چی ضررمون رسید؟ برای چی این کار رو میکنید؟ تو رو و جیانی به ناموست رو در این دهه دیدن نمیخواهیم. دفع شوید، روید از این دهه برآمده روید. از روزی که جیانی تو به این دهه آمد بدبختی آمد نمیخواهیم. روید از اینجا برآمده روید. چی کار میکنید؟ چی کار آسیای بیچاره، یگانه راهی نجاتت من هستم. رفتیم برای نجات آسیا. بلغت خوبه. یک طرف ایسته. مریم، آسیا، خیلی مریم، آسیا، خوب هستید؟
شما در اینجا چیکار میکنید؟ این دختر بی‌ناموس رو نمیخوایم در این جای. شما شرم نمیکنید که به دو زنی بیچاره دست میبرداره؟ جناب از روزی که این دختر آمده است برکت راحت نمادر در دهه. اکنون یک دختر بی‌ناموس رو در این دهه هیچ کس نمیخواد. خوب گوش کنید. از این روز اعتباراً آسیا در نکاح من است. اگر با او یگان ضرر رسد بدانید که با من سر کار میگیرید. اگر شما همین خیل گوید خوب شده است جناب. اکنون همتان از اینجا روید. مریم آسیا شما رفته با ماشین شینید. بشر پدر. آسیا زود رفته با ماشین شین. رفتیم دخترم رفتیم. در حقیقتا جناب بشر او را به نکاح خودش گرفته است. شرمنده. جناب بشر رو نکاح کده میگرفته باشد. شاید میگرفته باشد. این شرمنده روزانی دویون میکرده است. خاله جان در اینجا چی گپ شد؟ این مردم دهه آنها را نمیخواهند. دیگر در اینجا زندگی کردن نمیتوانند. مریم جانش را به خانه جناب بشر عروس برد. چه عروس خاله جان؟ به هیچ کس نگو که از من شنویدی، لیکن جناب بشر با او نکاح میکند. اکنون هیچ کس به آنها کاردار نمیشود. مایل شبا جان تشکر زیاد. شما سلامت باشید. به وجدان ها انشالله دستهایشان میشکنند. از چیزی که میترسیدم به سرمون اومد. انا برای همین تو را در زیر نکاح خود گرفتن خواستم آسیا. لازم نیست بشر پدر. ما با خاله هم میرویم. یگان راهش را مییابیم. برای نمایش خانه‌دار شدن نکاح کردن نمیخواهم. نکاحی موقتی باشد هیچ وقت. چه خیل میکنید آسیا؟ دو زن تنها در کجا چه خیل زندگی میکنید؟ گفتم که یگان راهش را مییابیم. از نکاحی موقتی دیده حتما راه دیگری پیدا کردن ممکن است. آسیا نکاحی موقتی چه خیلی که تو فکر میکنی نیست. خدا این را برای آسان شدن به ما داده است. ملاهای ما همین را میدانند لیکن متاسفانه به هیچ کس نمیگویند. من این را از ملاها از عالمها فهمیدم. تو مگر به من باور نمیکنی؟ بشر پدر من به شما باوری دارم، لیکن شما هم میدانید که در دین ما این نمود نکاح نیست. دخترم اگر نمیشد مگر من به تو این خیل پیشنهاد میکردم. من برایت خوبی میخواهم. تو مگر مرا نمیشناسی؟ در موضوع دین چقدر حساس و با دقت بودنم رو نمیدانی؟ چند مراتبه در دیگر جاها سفر کردم. در اون جایها از ملاهای کلام فهمیدم. اکنون میخواهم که همه فهمند، همه دانند. آسیا تو در خونه ششته از کجا میدونی؟ جناب بشر همش رو سنجیده فهمیدند. برای چی زید میبرایی دخترم؟ این آدم ها کیستند جناب؟ بلا زند. شما در ماشینه. این بشری قراتای مشهور تو هستی؟ تو کی هستی لعنتی؟ چی میخواهی؟ عجلت آمده است که راه مرا میبندی. مرا شیخ سمیر روان کرده است که کاری ناتمامی بیژن را تمام کنم. دختر را به من ده، جانت را نسوزان. یا بلا من حاضر تو را.
نگاه کن همسرت را در قفای ماشین خوابی شیرین برده است. با آیشه چی کار کردی؟ با آیشه چی کار کردی؟ نترس، تنها خوابیده است. با تو گفتم شیخ سمیر وای دختر رو میخواهد. اکنون دختر رو به ما ده. همسرت رو گیر. نباشد همسرت از خواب شیرین بیدار نمیشود. خاله به این طرف نگاه میکنند. نترس دخترم، نترس. جناب بشر با ما باشند هیچ کار کردن نمیتوانند. اول شیخ سمیر راهبرتان را، بعد شما سگهایش را با دستان خودم میکشم. این حال به شما نمیزیبد ای بشر. یا اینکه آدم برین دختر رو داده زنت رو میگیری، یا اینکه ما دختر رو میگیریم هم عائلت رو کشته نزد همسر دیگرت که بیژن کشته بود روان میکنیم. قرار در دست توست. رو دختر را بیار. انا همین خیل. دختر رو ده، تو هم خلاص میشویم، ما هم خلاص. آقای بشر شما رو میخواد. برای چی؟ خاله خودش چی گپ شده ایستاده است؟ یک دقیقه ایستا حضر میفهمیم. تو نه، تنها آسیه. گوش کن مرا. دخترم به من به هیچ کجا نمیرود. چقدر زیبا بوده است این دختر. بشر پدر چی کار شده ایستاده است؟ نترس دخترم. بیا، اکنون وقتی رفتن شد خانمی زیبا. شیخ سمیر تو را بسیار انتظار است. اومدم جناب. مریم، آسیا، زود به ماشین شینه. این را باید نمیکردی. حمدی، آیشه در دستشان. با دقت باش. خواطر نباشه جناب. اکا خوب هستی؟ گوش کن، زود از اینجا باید رویم. خاله شما را پروندن. من خوبم. ای خدا. حاضر یک لحظه. حمدی، آنها میگریزند. آیشه در ماشینشان. فهمیدم جناب. که گریزند. از پسشون شو. باز کی باشد؟ آیشه؟ آیشه تو در کجایی؟ در کجا میشوم؟ در خونم خوبم. برای تو خواطر شدم. بشر این تیر پرانی در کجاست؟ من خوبم جانم. کمتر پس می آیم. جناب آدم‌ها گریختن از پسشون می رویم. ایستا حمدی. آیشه در خانه است. تو رفت. من خودم حل میکنم. شما خوب هستید؟ بشر پدر خالم را پروندن. مریم خوب هستی؟ من خوب هستم جناب. تیر رسیده گذشته است. من هم تیر خوردنم رو نفهمیدم.
حتما باید به بیمارخانه رویم. لازم نیست دوسیه. خاله جان ما باید به بیمارخانه رویم حتما. لازم نیست گفتم. خاله جناب اوسیه رو به نیکوهتون گیرید. خاله شما چی ها میگویید؟ تو کردار نباش اوسیه. دیدی به سرت چی ها اومد؟ تو رو غیر از جناب دیگر هیچ کس محافظت کرده نمیتواند. جناب اوسیه رو تنها شما محافظت کرده میتوانید. با او نیکوه کنید. نیکوهی موقتی کنید. اوسیه هم رو محافظت کنید. غمش رو نخور مریم. تا وقتی که زندم اوسیه رو محافظت میکنم. اوسیه دختر زیبایم. این بین خودمان میموند. تنها برای محافظت کردن تو و خالت این رو میکنم. فرض کردیم که ما نیکوه رو کردیم. و خانمای شما چی میگویم؟ تو فکر آیشه رو نکن. از هیچ چیز خبردار نمی شود. باز مگر من میخوام که آیشه غمگین شود؟ تو راحت باش دخترم. یکان چیز رو نمیفهمد. برای خانم آیشه نگاه کرده دروغ گویم. چی ها میگوید بشر پدر؟ جناب حال میکنند میگویند اوسیه. باز چی سوال میدهید؟ روحیم رو نو از دست دادم اوسیه. باز دردی تو رو طاقت کرده نمیتوانم دخترم. این خیلی باشد اول دومولو رو زیارت کرده نیکوی موقتی میکنیم. رفتیم. من این رو نمیخواهم. من گفتم نیکوه میشود. میشود. شد اکنون کردار نشو. مریم با اوسیه داد نزن. ما راضی کرده نتوانستیم. لیکن ملا با او گپ زده راضی میکناند. بیا رفتیم. بیا رفتیم دخترم. چی خیل به خونه بشر رفتند ابراهیم؟ سردارم من هم نمیدونم. هیچ چیز رو نفهمیدم. دیوانه میشوم. آرام شوید سردارم. با من آرام شو مگوی. اکنون کریم از من می شود. اوسیه برای چی استودی رفتیم؟ خاله من این کارو کرده نمیتوانم. گوش کن اوسیه. برای تو رو از شیخ سمیر محافظت کردنم باید نکاح موقتی کنیم. وقتی وی ابله فهمد که با من نکاح کرده ای از پس دویدن رو بس میکند. نباشد همه وقت این آدم از پیت می شود. جناب بشر راست میگویند اوسیه. مگر نمیبینی آدم ها به خونمون زده در اومدن. راهمون رو محکم کردند. اوسیه اگر با جناب بشر نکاح کردنتون رو فهمند دیگر جسارت نمی کنند. تو یک وقت معین میکنیم. یک هفته نه. دیدی که ممنون شدی باز دراز میکنیم. باز دومالله شرط نکاحی موقتی را به تو میفهماند. بعد هر چی که خواهی بیا دخترم. رفتیم اوسیه. رفتیم. نه دیگر نمیتوانم. من میروم. سردارم با کجا میروید؟ من به خونه وی پلید رفته اوسیه رو میگیرم. مایل سردارم من هم با شما میروم. تو در اینجا ایست. تو در اینجا میستی. لیکن سردارم. لیکن پکی نیست. تو اینجا میمونی. من باشم میروم. هیچ وقت اجازت نمیدیم که از وی شوی کریم. هیچ وقت. الو با بشر قراتای گپ میزنم. بله من بشر قراتای. تو کی هستی؟ من مهرو قراتای دختر شما. تو چی ها میگویی؟ تو کی هستی؟ نکاح موقتی کرده بودید با فاطمه. من دختری فاطمه. فرزندی که چند سال پیش از در خونه‌تان پیش کردید.
فاطمه یکی صاحبیش نکردید. چی درد داری؟ پول میخواهی؟ راستیگه از شما نفرت دارم. اما عشقی که به کریم دارم مجبور شدم که با شما همکاری کنم. ساده تر گپ زن. چی میخواهی؟ کریم با آسیا نکاح کردنتون رو فهمید به طرف خانه اتون می رود. هر کار کرده با این دختر نکاح کنید. با کریم گپ زدنش رو اجازت ندهید. لیتنانت به نزد آسیا دیگر نزدیک شده نمیتواند. نباشد او را میکشم. نکنید. با کریم ضرر میدی هم نگویید. این دختر لعنتی را نیز از زندگی ما گم کنید. نباشد همه کارهای بدتان رو به همان نقل میکنم. تو هم لیتنانت هم در پیش راه هم بسیار نگردید. نباشد پشیمون میشوید. این دختر از کجا پیدا شد؟ نباشد در حقیقت دختری من است. حمدی به من گوش کن. لیتنانت به طرف خانه می آید. آیشه را زود از اونجا برید. زود باشید. با دقت باشید. اکی بشر نکاح موقتی را سر کنیم. دختر را در آخر راضی کردی؟ به خدا دختر بسیار یکروی کرد. خیریت که خالش در پیشش بود. وای از طرف من شد. مرا دستگیری کرده همین خیل راضی کنندیم. اگر خالش را نمی ترساندیم او راضی نمی شد. مایلش زن طرفداری من شد. این نکاح خوانده شود گفت. راستی گپ من هم حیران شدم. مرا گوش کن دامالله. در مکانهای خودم حرکت کردم که مردم نکاح موقت را قبول کنند، عادت کنند. وقتی که به وطنت برمیگردی این را به دوستانت بگو. همه این کمک هایی که شما در این موضوع کردید از طرف آدم های ما قبول کرده می شود. خانه های موقتی را شما کشیدید. و مانند شما اگر دوستان نمی شدن ما در این وطن زندگی کرده نمی توانستیم. خوب این خیل باشد به نکاح شروع میکنیم. اکی بشر شما گذارید. شما زود نیاید. من به آنها کمی گپ دارم. آسیا 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 چی شد جناب؟ یگون گپ شد. بله مریم. گفتنی نبودم. مادامی که پرسیدی میگویم. همسری لیتنان زنگ زد. همسری لیتنان زنگ زد گفتید؟ چی شد؟ با کریم یگان چی شد مگر؟ درباره تو گپ زد. از پشت شوهرم دویدن رو بس کند گفت. ما خوشبخت هستیم گفت. رقم تلفن رو از کجا گرفته باشد نمیدونم. لیکن تو آسیا غمگین نشو و جوابش رو گرفت. انا دیدی آسیا؟ چه خیلی که میگویند با اویلادور دل نده. خانه رفته تو رو فراموش میکند. بلو زنه تو رو. با دخترم نغمه بازی کرده است. تو گریه نکن آسیا جان. من در نزدت هستم. و لیتنانت هم به همسر خودش اهمیت دهد. آدم های بیگناه را عاشق کرده نغمه بازی نکند. راست میگوید جناب. مرحمت دامالله حضرت ما را اکنون یک هفته نکاحی موقتی کنید. چی اینقدر داد میزنی؟ هیچ کس نیست. گوش کن لعنتی. حاضر آسیا را گرفته با اینجا میاری. لیکن هیچ کس نیست. ایستا. من رفته بیند. بینم هیچ کس نیست. خدا قبول کند. جناب خدا شما راضی باشد. آسیا را به شما امانت دادم. اکنون مرم هم آرام میخوابم. دیگر هیچ کس به شما ضرر نمیرساند. آسیا جان اکنون سرت را بردار. این نکاح موقتی برای نشان دادن است. برای تو را محافظت کردن بود. دخترم اکنون روی زیبایت خندد. بیا دخترم به خانه می رویم. خانم آیشه چی؟ با تو گفته بودم که غمی او را نخور. خبردار نمی شود.
حاضر او در خانه نیست. بیا رفتم دخترم. حمدی وضعیت چه خیلی است؟ عالی جناب، ما کمتر پس می آییم. اوسیا 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 مادر نه باور نمیکنم. شما مرا برای همین آدم ترک کردید. مادر من از پشت همین آدم بیا مادر کلان شدم. باور نمیکنم. نمیشود. حمدی اینجا چه گپ است؟ جناب خوب هستید؟ تو تا حال با این آدم چی کار میکنی؟ راهگرد رفتیم. سرده مرا، با تو به هیچ کجا نمی روم. تو رفته همسر و کودکت را نگاه کن. گوش کن، این موضوع این خیلی نیست. بیا همش رو با تو میفهمونم. رفتیم. با من هیچ چیز نقل نکن. دف شب، رو از اینجا دف شب. دخترم رو شنیدی؟ اکنون مرا راحت گذار. جوابی کاری کردت رو میدهی؟ آسیا با من میروی گفتم. رفتیم. من با تو نمیروم گفتم. با تو نمیروم. من اکنون همسری بشر قرطی هستم. دف شب رو از اینجا.